یکی از چیزهایی که خیلی روش کار کردم و تغییر خیلی زیاد کردم این بود که فکر کردم همه چیز میدانم و کل مردم نسبتا همه چیز داره، فکر میکنه همه چیز میدانن و برش بگه که اینجوری است یا اونجوری است و میگه ضرور نیست تو بر ما بگی چون ما خودی ما میدانیم و درست هیچ هم نمیدانه. پس با نادانهیتان هویت بگیرید، بیا این کتاب دوره آموزشی بخوانید، آموزش ببینید. یک ذهن خوب باعث میشه یک زندگی خوب را بسازه. این ضمیر ناخودآگاه تغییر نکنه هیچ اتفاقی به تو نمیافته، مطمئن باش. این روی ذهنت کار کن، روی ضمیر ناخودآگاه من در ادامه انشاءالله در لکچرها تشریح میکنم که چگونه باید تغییرش بدیم، چگونه باورهای بد را کنار بذاریم و باورهای مثبت را جایگزین کنیم.